پس عزیزان، خداوند این همه امکانات و نعمتها رو در اختیار ما گذاشته که ما با نعمتها خودمون و خانوادهمون و جامعهمون رو توانمند بکنیم. پس نباید دریغ بکنیم. اول نیاز شخصی خودت، دوم نیاز شخصی خانوادت، سوم نیاز شخصی پدر و مادرت، چهارم نیاز شخصی ارحامت، خویشاوندت، خالت، خالوت، عموت، عمت، بچه هاشون، چه زکات چه صدقه، اول به اینها. اما زکات به خانواده نه، به پدر و مادر و همسر و فرزند اینا زکات نمیرسه، چون نفقه بر تو واجبه که خرجشون بکنی. اما به عمو، به خالو، به خاله، به فرزندانشون زکات میرسه. اگر زنی تاجر شوهرش فقیره، زن میتونه زکات مالش به شوهرش بده، چون نفقه خانواده بر عهده زن نیست. اما اگر شوهر توانمنده، حق نداره زکات مالش به خانمش بده، چون نفقش واجبه، وظیفشه که خرجش بده. حق نداره به پدر و مادرش زکات بده، چون وظیفه هر فردی است که نفقه پدر و مادرش و خرج زندگی پدر و مادرش رو پرداخت بکنه. مال زکات به پدر و مادر نمیرسه. پس اول خرج خودت، نیازهای مادیت و نیازهای معنویت و ایمانیت. هر چیزی که دنیا و آخرت تو آباد میکنه اول خرج خودت بکن، بعد خرج خانوادت، پدر و مادرت، ارحام و خویشاوندانت، اگر دیدی که دوباره نعمت زیاده همسایت، نیازهای جامعت، هر چیزی که لازمه. دانشجوی فقیر تو محله هست، میخواد لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیره، بچرخ نگاه کن تو همسایگی دانش آموز فقیری هست، دانشجوی ضعیفی هست، رشته خیلی خوبی قبول شده، میخواد ترک تحصیل بکنه، برو یواشکی با پدرش، با مادرش، با خانوادهش، با خودش صحبت بکن، پسرم ادامه تحصیل بده، هرچی کم آوردی من کمکت میکنه. این فردا مهندس میشه، فردا پزشک میشه، فردا 100 برابر اون چیزی که تو کمکش کردی برمیگردون تو جامعه خودش خرج میکنه، سبب آبرومندی شهر تو میشه. نگاه کن تو همسایگی خودت بچه یتیمی پدرش فوت کرده، احساس تنهایی میکنه، احساس بیپدری میکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده اگر مسلمانی یک بچه یتیم بیاره زیر پوششش و جای خالی پدرشو پر بکنه که این بچه یتیم احساس تنهایی نکنه، احساس بیپدری نکنه و بیاد هزینه زندگیش، چند تا هزینه داره فقیر، بچه یتیم و بچه فقیر؟ یک هزینه خورد و خوراک، 2 هزینه پوشاک، 3 هزینه تحصیل، 4 هزینه مسکن، 5 هزینه دارو و درمان، هم هزینه مدرسه دولتیش بده، هم هزینه کلاس قرآنش. پیامبر گفته این دوتا رو میبینید، اگر یه نفر از امت من یک یتیمی رو سرپرستی بکنه، دست نوازش به سرش بکشه، مثل بچه خودش رعایتش بکنه، رسیدگی بهش بکنه که معتاد نشه، ولو نشه، فاسد نشه، بی تقوا نشه، میگه روز قیامت تو بهش همراه منه، مثل این دوتا انگشت که به هم نزدیکه. سبحان الله.